همه انفرادی شده، به جسم شخصیمان بخوریم و لذت ببریم، کیف بکنیم. بعضی لذت ها طور دیگر است. اگر تو یک فقیری را از فقر اقتصادی نجات دادی، اون لذت خیلی بالاتر از اون لذتی است که تو با نان لذت بردی و به یک تفریح و میله و به یک سفر دبی و چین و دیگر ملکی از ممالک دنیا که عروس شهرهای دنیا بانکوک هم که باشد با میلیاردها دلار تو رو آرام نمی کند. آه نیمه شب، اشکها از چشمان تو سرازیر است، گریه میکنی، خلوت داری، کسی نیست. در این چاه تنها تو هستی، یوسف و الله هست. در بین این آتشی که روشن شده تو هستی تنها، ابراهیم و الله هست. زیر این کارد برای امتحان تو هستی، الله، اسماعیل هست. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لا تذهب نفسک علیهم حسرات. آهای نیمه شب لذت دارد، دست غریب گرفتن لذت دارد. همونطور که به فرزند خودت لباس زیبا دوست داری، در ایام عید خانه های متعددی موجود است که لباس ندارن، خانه ندارن، پدر ندارن، بیوه زنهایی است که شوهر ندارن، جانشان را دادن تا تو زیر استعمار و استحمار سیونیزم روسیه و انگلستان و ممالک فرائینه عصر نباشی. جان دادن مردانه. ما که شمشیر صف اول بدری میدوست، ظاهران شب عرفانی قدری میدوست، به خداییم دگر باره علم برداریم، گرچه را دور و دراز است قدم برداریم. خیلی اعمالی هست یک کمی سخت است، ببخش برادرم، سخت است. مشکل از من بود، من ملامتم، سخت است. عفو کردن، بخشش کردن، معاف کردن، تبریک گفتن، مشترکات هم را دیدن، قوه پذیرش، انتقاد پذیری داشتن، خوشنیت بودن، اکرام کردن، مخلص شدن. اخلاص الف الله است. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. باید عملا نشان بدهیم. بعضی وقت نیمه های شب کمی از مواد اولیه نیازی یک خانواده فقیر به دست بگیر، سر بینی خود را بسته کن، طوری بده که نشناسد تو رو کیستی، که منتی بر او داشته باشی. چند روز قبل یک عالم این شهر به من گفت 3 شب نان خشک به خانه ما نیست، به مضیقه قرار گرفتم، چه کار بکنم؟ بعضی پول دارن، با الله به جنگن در میدان معصیت و گناه، در حالی که قدرت الله کجا، قدرت عبدالله کجا؟ بعضی پول دارن، با پولشان اسلام رو چکه چکه میکنن. ما چه گله داریم از اون کسی که به دانمارک و